أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیکای زبان عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومیه 14 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 15 را از این کتاب الآجرومیه به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید باب المفعول من اجله. باب المفعول من اجله. درس امروزه ما و شما از این باب شروع می شود و این آخرین درس از کتاب متن الآجرومیه می باشد، یعنی که انشاءالله امروز با این درس 15 کتاب الآجرومیه را به آخر می رسانیم. اولین کتاب نحو را با فضل و بزرگی الله جل جلاله به آخر می رسانیم. درس امروزه ما و شما باب المفعول من اجله است. المفعول من اجله از جمله فعلها، از جمله اسمهای منصوب است، زیرا که ما و شما اسمهای منصوب را خوانده ایستادیم. گفتیم اسم در 14 جا منصوب می باشد. پس از اینها ما و شما 9 دانه اش را گرفتیم. 9 جا که اسم منصوب می باشد اونها را به تفصیل بیان کردیم در درس‌های گذشته. اما امروز باشد این دهمین جای است که اسم منصوب می باشد، المفعول من اجله. و این چند نام دارد؟ المفعول من اجله یکمش، المفعول لاجله دویمش، المفعول له سیمش. یعنی 3 نام دارد. دقت دادید؟ هر 3 نام ها را در کدام کتاب دیدید بدانید که یک خواهش دارن یا که یک طلب دارن یا یک مقصد دارن. پس یک مثال می نویسیم برای المفعول من اجله، برای واضح شدن که یعنی چی المفعول من اجله چی است. ببینید صاحب کتاب می گوید که حج، یا ایره خودمان می نویسیم، ایره صاحب کتاب نگفته است. حج الناس، حج الناس طلبا لمرضات الله. دقت دادید؟ حج الناس طلبا لمرضات الله. ببینید حج الناس طلبا لمرضات الله. اکنون اعراب این جمله: حج فعل ماضی مبنی علی الفتح، الناس فاعل حج مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره. طلبا اعرابش چی است؟ طلبا. اگر بگویی که مفعول به حج است، نه، حج فعل لازم است، مفعول به طلب نمی کند. پس این طلبا به خاطر چی منصوب است؟ پس موضوع درس امروزه ما و شما طلبا رو میگیم المفعول لاجله. دقت دادید؟ طلبا المفعول لاجله است در اعراب. مفعول له یعنی مفعول لاجله آخرش چی میشود؟ منصوب میشود، از منصوبات است. پس حج فعل ماضی ناسو فاعل، طلبا المفعول لاجله لمرضات الله جار و مجرور مضاف و مضاف الیه. دقت دادید؟ پس اعراب این پر شد. معلوم شد که طلبا برای چی بوده است؟ برای المفعول لاجله. باز یک مثال دیگر می نویسم به خاطر
واضح تر شدن این مسئله. ببینید رغبتن فی العلم ببینید رغبتن فی العلم اتیتو یا که جئتو ببینید جئتو آمدم. رغبتن فی العلم طلب کننده در علم. ببینید رغبتن. اکنون رغبتن به خاطر چی منصوب است؟ رغبتن مفعول به نیست، جئتو فعل لازم است. رغبتن چرا منصوب است؟ زیرا اینکه رغبتن المفعول لاجله است. رغبتن چی است؟ المفعول لاجله. از این حساب رغبتن منصوب است. پس میگم رغبتن المفعول لاجله فی العلم جار و مجرور، فی العلم جار و مجرور و جئتو فعل و فاعل. دقت دادید؟ جئتو فعل و فاعل. اکنون از این مثال فهمیده شد که مفعول لاجله برای سبب واقع شدن فعل را بیان کردن می آمده است. دقت دادید؟ این فعل است، این فعل است. حج الناس، مردم حج کردن. چرا حج کردن؟ برای تماشا رفتن، برای یگان چیزها را دیدنی رفتن. چوبه رفتن؟ حج کردن. واقع شدن فعل را بیان میکنه که طلب لمرضات الله، یعنی طلب کننده مرضات الله را، راضیگی الله را. به خاطر راضیگی الله حج کردن. پس مفعول لاجله سبب واقع شدن فعل را بیان میکرده است. مثال دوم جئت، آمدم. چرا آمدم؟ سبب چی است؟ برای زیارتت آمدم، برای دیدنت آمدم، برای نزد طعامخوری آمدم. چرا آمدم؟ میگه رغبتن فی العلم، به خاطر رغبت و محبتی که در علم دارم از این حساب نزدت آمدم که علم بگیرم. دقت دادید؟ پس آمدن را، سببش را مفعول لاجله بیان میکرده است. مفعول لاجله سبب واقع شدن فعل را بیان میکرده است. اکنون میخوانیم صاحب کتاب چی میگوید. میگه باب المفعول من اجله. مسئله در مسئله چی است؟ المفعول من اجله یا المفعول لاجله یا المفعول له. همش گفتیم یک مقصد و مرام هست. و هو یعنی مفعول لاجله الاسم المنصوب الذي يذكر بیانا لسبب وقوع الفعل. میگوید که مفعول لاجله یکمش همین است که اسم است. پس فعل حرف مفعول لاجله شدن نمیتواند. دقت دادید؟ یکمش این نوعی کلمه مفعول من اجله را بیان کرد با این گپش، یعنی که از نوعهای سگانه کلمه فقط اسم میتواند که مفعول لاجله شود. این یکم. دوم المنصوب، حالت آخری کلمه را بیان میکند. میگه که مفعول لاجله حتما آخرش منصوب میشود. اسم المنصوب چرا طلبا رغبتا منصوب است، میگه آخرش منصوب میشود. این حرکت آخرش را بیان کرد. دوم. سیوم میگه فایده اش را. برای چی می آید مفعول لاجله؟ یعنی مقصد از مفعول لاجله آوردن چی فایده دارد در زبان عربی در گپ زدن؟ میگوید که الذی یذکر بیانا لسبب وقوع الفعل، آنچنان اسم است که میگه ذکر کرده می شود بیان کننده برای بیان کردن سبب واقع شدن فعل را. یعنی حج کردن مردم. چرا حج کردن؟ سببش را بیان کرد که طلب دارن اون مردم راضیگی الله را، به خاطر راضیگی الله حج کردن. یا مثلا جئت، آمدم. برای چی آمدم؟ سببش را بیان میکند که رغبتا، به خاطر محبت دارم در علم، به خاطر علم دوست میدارم که آمدم یک چیز تعلیم بگیرم. دقت دادید؟ خب بعد از این میگه نحو قولک، مانند سخن تو، قام زید اجلالا لعمر، یعنی خیست زید بزرگ دارنده عمر را. دقت دادید؟
در حالی که بزرگ میداند یا بزرگ دارنده عمرو را زید از جایش خست. اینجا در اجلالا کلمه است که بعدش بهتر و خوبتر بود، میگفت که للهی، اجلالا للهی، زیرا که اجلال این بزرگ داشتی فقط الله جل جلاله است. از دیدگاه عقیده بهتر این بود که قام زیدون اجلالا لله میگفت، یا در جای اجلال قام زیدون اکراما لعمرین میگفت، این بهتر و خوبتر بود. خب به هر صورت از دیدگاه اعراب، از دیدگاه زبان عربی در این جمله یگان خطا و یگان اشتباه نیست. ببینید میگه قام زیدون، زید خست. چرا خست؟ سبب خستن بیان میکند، میگه اجلالا، به خاطر بزرگ داشتنی، به خاطر حرمت و عزت عمر، به خاطر حرمت و عزت و اجلال و بزرگی عمر زید از جایش خست. دقت دادید؟ قام فعل ماضی، زیدون فاعل، اجلالا چی است؟ المفعول لاجله، لعمر جار و مجرور. دقت دادید؟ این یکمش. دوم و قصدتک ابتغاء معروفک، یعنی قصد کردم تو را، روی آوردم به سوی تو، برای چی؟ ابتغاء معروفک، طلب کننده شناسایی تو را. یعنی من رو آوردم به سوی تو. چرا رو آوردم؟ به خاطر آنه که با تو شناس شوم. یعنی که قصدتک، قصد فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصاله بضمیر رفع المتحرك، تو ضمیر متصل، التاء ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، الكاف ضمیر متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. قصدتک فعل و فاعل مفعول به است. ابتغاء برای چی منصوب است؟ در کتاب آورده است. ابتغاء سبب منصوب بودنش چی است؟ سببش این است که المفعول لاجله است. بیان میکند که برای چی من قصد کردم تو را، رو به تو برای چی آوردم؟ ابتغاء معروفی، یعنی که به خاطر طلب کننده شناسایی تو را، طلب کننده شناسایی تو را رو به تو آوردم. دقت دادید؟ اکنون صاحب کتاب همین قدر برای ما بیان کرد و خلاص. اما در اینجا صاحب کتاب اشاره کرد برای ما که مفعول لاجله می شود که مضاف بیاید، می شود که مضاف نآید. به مثل قام زیدون اجلالا، اجلالا مضاف نیست. دقت دادید؟ منصوب است و مضاف نیست. لیکن و قصدتک ابتغاء معروفک، ابتغاء معروفی در اینجا مضاف الیه هست. پس معلوم شد می شود که مفعول لاجله می شود که مضاف نیاید به یگان چی و می شود که مضاف بیاید، چطوره که در دویم مثالش، و باز می شود که نکیره بیاید. ابتغاء، اجلالا، طلبا، همه اینها نکیره هستند و می شود که معرفه بیاید، معرفه می آید. اما حالتاش به چطور می شود این را در کتاب‌های بعدی میخونیم. فقط حالا همین قدرش را در ذهنتون داشته باشید. اما باز یک چیزی که بسیار مهم است، این را باید هر یک طالب علم بداند، اون را هم ذکر میکنیم و بعد این درس را به پایان میرسونیم. دقت بدید، مفعول لاجله چند شرط ها دارد. شرط یکمش، دقت بدید، این شرط یکمش است. شرط یکمش المفعول لاجله باید مصدر باشد. ببینید، مصدر باید مصدر باشد. المفعول لاجله باید چی باشد؟ مصدر. دقت بدید، طلبا مصدر هست، رغبتا مصدر هست، اجلالا مصدر هست، ابتغاء مصدر هست. مفعول لاجله باید مصدر باشد. دقت دادید؟ این یکم شرطش. شرط دویمش باید قلبی باشد. قلبی باید چی باشد؟ قلبی باشد. یعنی که معنای همون مفعول لاجله قلبی باشد، با جوارح نباشد. یعنی که با دست انجام میدادگی چیزا نباشه. مثلا کتابه، نویس با دست می نویسی، کتابتون نمیتواند که کتابت یعنی نوشتن مصدرش مفعول لاجله بیاید، باید قلبی باشد، یعنی به قلب. مثلا طلب کردن به قلب است، رغبت محبت کردن به قلب است،
بزرگ داشتن به قلب است. ابتغا همچنین به معنای طلب کردن است. طلب کردن، ابتغا همچنین به قلب است. اینها به دست نیست، اینها به پا نیست. بس راه رفتن مفعول لاجله مصدر شده نمیتواند. دقت دادید؟ باید قلبی باشد. و مثلا ترسیدن، حرمت کردن، احترام کردن، این چیزها باید باشد. دقت دادید؟ این دویم شرطش. شرط سیوم شرط المفعول لاجله باید متحد باشند. متحد در زمان، متحد فی زمان می نویسم تنها کفایه میکند. متحد فی زمان یعنی زمانهایشان، زمان فعل با زمان مفعول لاجله باید متحد باشد. حج کرد در زمان گذشته، طلبا در همون زمان گذشته طلب داشت. دقت داده؟ زمانشون یک است، زمانشون متحد هستند، یک هستند. جیت آمدم، در همون وقتی آمدن رغبتا محبت داشتم، در وقتی آمدن محبت داشتم، پس متحد است در زمان. یعنی که فعل با مفعول لاجله هر دویشان زمانهاشون متحد باشد. این سوم شرطش. چهارم شرطش فاعلهاشون باید متحد باشند. متحد در چی؟ در فاعل. متحد فی الفاعلی، متحد فی الفاعلی، یعنی که فاعل هاشون هم متحد باشن. یعنی چی؟ یعنی حج کرد، فاعلش کیه؟ ناس. پس انا همین ناس طلبن همچنین مصدر فاعلش یعنی کی است؟ ناس است. طلب کننده همین ناس، همین مردم حج کردن، همین مردم طلب داشتن رازگی الله را. دقت دادید؟ آمدم، تو ضمیر رفع چی است؟ متحرک. ضمیر رفع متحرک مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل. انا همین تو آمدم، من فاعل جئتو است. جئ آمدم. اکنون همین تو باز فاعل رغبتن می شود. یعنی من آمدم و من رغبت داشتم و من محبت داشتم که آمدم. دقت دادید؟ یعنی متحد باشند در فاعل هایشان. پس این شرطای المفعول لاجله است. اینا در کتاب‌های بعدی با تفصیل خواهیم خواند. اما با همین المفعول لاجله به پایان رسید. میگذاریم به منصوبات بعدیش. منصوبات بعدی باب المفعول معه. در مسئله چی است؟ در مسئله المفعول معه. مفعول معه است. باب مفعول معه چی است؟ اولا یک چند مثاله. پس این درباره مفعول، درباره فعلهای، درباره اسم المفعول لاجله است. پس میگذاریم به مثالهای نو برای المفعول معه. میبینیم که مفعول معه چی است. اول یک مثالش را بیاریم تا اینکه برای ما واضح شود که مفعول معه چی را در نظر داریم. ببینید، دقت بدید. مثلا من میگویم که حفظت الدرس. دقت دادید؟ حفظت الدرس و المصباح. دقت بدید. حفظت الدرس والمصباح. حفظت حفظ کردم من درس را. حفظت فعل و فاعل، درس مفعول به. واو در اینجا واو آمد. المصباح منصوب شد. چرا والمصباح منصوب شد؟ سببش در چی است؟ سببش در این است که المصباح مفعول معه است. دقت دادید؟ المصباح چی است؟ مفعول معه است. یعنی چی؟ اگر واو را ما واو عاطفه بگیریم، بگیم واو عاطفه مصباح عطف است در جای درس، پس حفظ کردم درس رو، حفظ کردم چراغ رو میشه حفظ کنی، از یادش کنی؟ نه. پس معلوم میشه این واو عاطفه نیست. این واو معیتش میگن، واو معه.
و این مصباح را مفعول معهش میگن. یعنی حفظ کردم درس را همراه چراغ، یعنی در برم در وقت اجرا کردن چراغ بود، چراغ روشنی میکرد، من درس را حفظ میکردم. دقت دادید؟ حفظت الدرس والمصباح. اکنون مصباح المفعول چی است؟ المفعول معه است. اکنون میبینیم صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که باب المفعول معه، باب در مسئله مفعول معه. مفعول معه 11ام جایی که اسم منصوب می شود. 11ام جایی که اسم منصوب می شود. میگوید که و هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. میگوید که مفعول معه یکمش که اسم است، یعنی فعل و حرف نمی شود مفعول معه. دویمش المنصوب، پس مرفوع و مجرورم نمی شود مفعول معه. دویمش. و سیوم علت بیان فایده ش بیان میکنه برای چی؟ الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. آن چنان اسم است که بیان ذکر کرده می شود برای بیان کردن کسی که یا چیزی که انجام داده شدگی است همراه وی فعل را. یعنی حفظ را من انجام دادم با چی؟ با چراغ. یعنی که همراه چراغ در پیشم بود، روشنی میکرد و من چیکار میکردم؟ درسم رو میخواندم. دقت دادید؟ پس من درسم رو حفظ میکردم. پس این بیان شد، یعنی مصباح چراغ در وقتی انجام دادن فعل من، در وقتی از یاد کردن من چراغ همراه من بود. دقت دادید؟ یا مثلا یک مثال دیگر، مثلا یک کس را میروید در یک کوچه میپرسید، میگوید که مثلا فلان کوچه در کجا هست. یک عرب رو میگوید، او عرب شما را میگوید که اذهب و الشارع الجدید. دقت دادید؟ اذهب و الشارع الجدید، یعنی برو. و الشارع، برای چی و الشارع شد؟ به خاطر آنی که واو مع شارع مفعول معه شد. و الشارع الجدید یعنی برو همراه کوچه نو. کوچه نو یعنی که با همین برابر کوچه نو برو، ادرس پرسیدت، عنوان پرسیدت ده میرسی. دقت دادید؟ اذهب و شارع برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه مفعول معه است. نحو قولک، میگم مانند سخن تو وقتی که تو میگویی که جاء الامیر و الجیش، جاء الامیر و الجیش، یعنی آمد امیر و الجیش. برای چی و الجیش شد؟ به خاطر اینکه جیش مفعول معه است. به خاطر اینکه جیش مفعول معه است. پس در اینجا جایز است که من بگویم جاء الامیر و الجیش. اگر بگم جاء الامیر و الجیش بخوانم، یعنی پادشاه آمد و همچنین لشکرم آمد. دقت دادید؟ پادشاه آمد و لشکرم آمد. لیکن اگر گفتم جاء الامیر و الجیش، یعنی امیر پادشاه همراه لشکر آمد. فرقتش را دیدید؟ اگر واو عاطفه بگیریم، پس پادشاه هم آمده است و لشکر هم آمده است. اگر واو رو واو معیت بگیریم، پس معناش این است که پادشاه آمده است همراهی که همراهی لشکر آمدگی است. پس این در اینجا دو وجه خواندن جایز است. و اگر که و جیشه بگیم، جیشه مفعول معه می شود. اگر و جیشه بگیم در این صورت عطف می شود در الامیرو. بعد از این میگه واستوى الماء والخشبة. واستوى الماء یعنی برابر شد آب، والخشبة همراه چوب. مثلا در یک جای چوب بود، آب بلند شدن گرفت، بلند شد و وقتی که برابر چوب شد میگه که استوى الماء والخشبة. مثلا این چوب باشد والخشبة. دقت دادید؟ یعنی برابر شد آب، برابر چی؟ همراه چوب. یعنی چوب هم در راست چوب آمد، چوب هم همراهش بلند شد. دقت دادید؟
پس واستوى الماء، استوا فعل ماضی، الماء فاعل استوا، والخشبته به خاطر چی منصوب شد؟ به خاطر اونه که المفعول معه است. مفعول معه بسیار آسانش شناختنش در زبان عربی بسیار آسان است. چرا؟ زیرا اینکه مفعول معه این طور یک واو دارد، این طور یک واو دارد، این واو نامش واو معه هست. واو نامش چه؟ واو معه. واو بگیر در جاش معه را بمان، اگر معنا طوری گرفت بدون که مفعول معه هست. یعنی چی؟ بگو که حفظت درس مع المصباحی، وقتی معه را که آوردی مصباحی را کسره میتی، مضاف الیه می شود. یعنی حفظ کردم درس را با چراغ، یعنی همراه چراغ، چراغ در برم بود. یا در مثال اینجاش جاء الامیر والجیش، میگه جاء الامیر مع الجیشی، یعنی آمد امیر همراهی لشکران. یا واستوى الماء مع الخشبتی، دقت دادید؟ پس مع را در جای واو بمون، اگر معنا درست باشد بدون که بعد اون واو منصوب خوانده می شود اون مفعول معه است. اگر که موافق نباشد پس اون مفعول معه نمی باشد. دقت دادید؟ این آسان ترین راهی برای شناختن المفعول معه. با همچنین مفعول معه به پایان رسید. پس آسان ترین راهش این واو بوده است و خلاص. اما بعدی مفعول معه دیگر اسم های هر چیزی که باشد دیگر شرط ندارد که یگان چیزی معین باشد. دقت دادید؟ یگان چیزی معین باشد، نه، هر چیزی که باشد می آید. یعنی اسم جامد است، اسم مصدر است و اسم علم است، هر چیزی که باشد می آید. بعد از این میگوید یعنی که 11 جای اسم منصوب می شود را به پایان رسانید. اکنون میگد که و اما خبر کان و اخواتها، اما میگه خبری کان با خواهرهایش و اسم این و اخواتها و اسم این با خواهرهایش فقط تقدم ذکرهما فی المرفوعات، این دو تا را میگه ذکرشون در مرفوعات گذشت میکرد. در مرفوعات میگه گفتیمش، چطوره که ما و شما درباره اسم کانه و خبری کانه با تفصیل صحبت داریم در گذشته، یا درباره اسم این و خبر این با تفصیل صحبت داریم. اما در اینجا یک مثال کوتاه میارم به خاطر فهمیدن. ببینید، یا به خاطر یادرس، زیرا تفصیلات چه گپ زدگی هست. مثلا کان زیدون قائما، دقت دادید؟ کان زیدون قائما منصوب است، زیرا که ما منصوبات را خوندیم. 12 جایی که منصوب می شود اسم خبری کان است. کان فعل ماضی ناقص، زیدون اسم کان، قائما چی است؟ خبری کان. دقت دادید؟ خب بعد از این 12 بود. 13 چی است؟ 13 میگن این زیدن قائمون. ببینید 13 جایی که اسم منصوب می شود اون اسم این است. این زیدن برای چه منصوب شد؟ به خاطر که اسم این است. این را به تفصیل در گذشته ها گپ زدگی هستیم. دقت دادید؟ پس تا اینجا 13 جایی که اسم منصوب می شود ما و شما بیانش کردیم. 13 جا بود شد. اکنون بعد از این و کذالک التوابع میگه 14 جا و کذالک التوابع و همچنین توابع. اکنون ما 13 تا منصوبات رو با آخر رسوندیم. میگه و کذالک التوابع، یعنی همچنین توابع فقط تقدمت هناک، توابع در آنجا گذشت. یعنی در مرفوعات ما و شما توابع را به تفصیل دربارش صحبت داشتیم. پس اینجا را پاک میکنیم، مختصرا درباره توابع یک مثالی می نویسیم همچون یادرس
همچون تکرار برای درسای گذشته. ببینید که ما گفتیم توابع 4 تا است. توابع ما قبلش پیروی میکند. رفع باشد مرفوع میشود، مجرور باشد اگر ما قبلش مجرور میشود، منصوب باشد منصوب میشود. مثالش مثلا ببینید که میگوییم که یکمین توابع چی است؟ یا توابع اول بنویسیم. ببینید یکم توابع النعت، یکمش نعت است. دویمش چی است؟ دویمش عطف است، العطف. دویمش عطف. سیم توابع چی است؟ سیم توابعش بدل هست، البدل. سیم توابعش بدل هست. چهارم توابعش چی است؟ چهارم توابعش التوکید است، التوکید. دقت دادید؟ التوکید. پس این 4 تا توابع هستند. این 4 تا را یک تا حساب میکند. این 4 تا را یک دانه حساب میکنند. چرا؟ زیرا اینکه ما و شما 13 تا نواصب گرفتیم، این 4 تا را یک دانه حساب میکنند، میشود چند؟ 14 تا. دقت بدید. مثال هایشون، مثال برای نعت. مثلا من میگویم که نعت در حالت نصب. مثلا میگویم رأیتو زیدن الفاضله، زیدن الفاضله. دقت بدید. رأیتو فعل و فاعل، زیدن مفعول به رأیتو. الفاضله از توابع هست، نعت است. نعت از توابع است. پس زیدن منصوب است، فاضله همچنین منصوب می شود. این یکم توابع. پس الفاضله نعت صفت برای زیدن است، برای خاطر منصوب است، منصوب است. دوم مثلا میگویم رأیتو، باز همین مثال بیاریم برای آسانیش. رأیتو برای کسانی که نو میخونن حفظ کردن آسان شود. رأیتو مثلا زیدن، رأیتو زیدن و عمرن، رأیتو زیدن و عمرن. دقت دادید؟ اکنون رأیتو فعل فاعل، زیدن مفعول به. واو در اینجا واو چی است؟ واو عاطفه است. عمرن معطوف است در جای زیدن. زیدن منصوب است، عمرن منصوب می شود. پس دویم توابع این عطف است. چی طوره که این واو عاطفه در بین آمد و عمرن رو عطف کرد در چی؟ در زیدن. اما درباره عطف و توکید، عطف دربارش به تفصیل صحبت داریم که حروف عطف چند تا است و به چه معناها می آید. بعد از این سیوم توابع این بدل هست. سیوم توابع چی است؟ بدل هست. مثلا بدل، ما گفتیم بدل به 4 قسم تقسیم می شود. یک مثال می نویسیم که توکید با بدل هر دویشان یک بیاد تا اینکه حفظ کردن آسان شود. مثلا من می گویم که اکلتو، ببینید اکلتو درباره بدل، درباره بدل مثلا میگویم اکلتو، اکلتو الخبز. ببینید اکلتو الخبز نصفه یا ثلثه، ثلثه. اکنون دقت بدید. اکلتو فعل و فاعل. اکلتو چی است؟ فعل و فاعل است. خبزه چی است؟ مفعول به اکلتو است. ثلثه برای چی منصوب آمد؟ به خاطر اینکه بدل هست از خبز. بدل بعض من کل است. بدل گفتیم 4 نمود می شود. اینجا در بدل بعض من کل است. از این حساب منصوب است. خبزه منصوب است، ثلثه منصوب می شود. دقت دادید؟ ثلثه مضاف هم مضاف الیه. پس این سیوم توابع. توابع چهارم آخرین توابع، این باز همین مثال می نویسیم. اکلتو الخبز. این گفتیم برای چی است؟ برای حفظ کردن آسان شود. اکلتو الخبز در جای ثلثه بمان کله. ببینید کله.
پس کله توکید است برای خبز. کله توکید است. توکید چی است؟ توکید معنوی است برای خبز. اکنون دقت بدید، اکلت فعل فاعل، خبز مفعول به. کله برای چی منصوب است؟ به خاطر آنکه توکید است. توکید چی است؟ توکید معنوی است. کله خبز منصوب است. کله توکید از خبز است، برای خاطر منصوب است. کله مضاف و هو مضاف الیه. دقت دادید؟ پس این هست توابع. خلاصه توابع اینها می باشد. پس در بارش به تفصیل صحبت داریم که نعت چند نمود می شود، عطف چند تعرف دارد، به چه معنا، بدل چند نمود می شود، توکید چند نمود می شود. درباره اینها با تفصیل صحبت ها در درس های خودشان، در موضوع خودشان داشتیم در باب مرفوعات. اکنون با همین 14 جای منصوبات به آخر رسید. ما در درس‌های گذشته گفته بودیم در بعضی کتاب‌ها اومده است که در همین کتاب میگوید که منصوبات 15 تا است. اگر کتاب شما 15 تا بگوید منصوبات را، پس 15مش ظننت و اخواتش را بیارید، مفعول‌ها یکم و دویمش. مثالش می نویسیم، به همین منصوبات را به آخر می رسونیم. مثلا من میگویم که ظننت، من چی میگویم؟ میگویم ظننت. ببینید، ظننت مثلا زیدن عالما. دقت دادید؟ ظننت زیدن عالما. اگر کتاب شما بگوید که منصوبات 15 تا هست، پس بدانید که 15 هم جا همین است. زیدن عالما، هر دی همین ها. پس اینها را اعراب شما در ظن و اخواتش با تفصیل گرفتگی است که ظننت فعل فاعل، زیدن مفعول به یکمی ظننت، عالما مفعول به دومی ظننت. پس 15 هم جایی که اسم منصوب می شود مفعول یکم و دومی ظن و اخواتش است. دقت دادید؟ با همین 15 جایی که اسم منصوب می شود به آخر رسید. اسم های منصوب رو با فضل و بزرگی الله ما و شما به آخر رسانیدیم. میگذاریم به موضوع نو و منظور به موضوع باب مخفوضات الاسماء. باب مخفوضات الاسماء یعنی باب در مسئله اسم هایی که مخفوض می شوند، مجرور می شوند. اینجا را پاک میکنیم تا اینکه پیش از مجرورات را خواندن ما ببینیم که مجرور یعنی چه و چی طور. دقت بدید. مثلا یک آدم می آید، شما دا می گوید. دقت بدید. یک آدم می آید می گوید که مررت بزیدین. مررت بزیدین. این یکم مثال. یا شما دا می آید می گوید که جاء غلام زیدین. یا در جای غلام بهترش ابن بمونیم. مثلا جاء ابن زیدین. دقت دادید؟ این دویم مثال. مثال سیومش باز همین بالا بدگی یکم بدگی را می نویسیم. مررت بزیدین العالمی. دقت بدید. هر یک تا اینها یعنی که از این مثال های نوشته ما معلوم شد که مجرورات 3 نمود می شود. مجرورات چند تا می شود؟ 3 تا. خب میبینیم. یکم مررت بزیدین مجرور است. برای چی مجرور است؟ در اولش بی حرف جر آمد. پس زیدین در اینجا مجرور است به سبب بی حرف جاره. دقت دادید؟ خب این یکمش. دوم جاء ابن زیدین، این هم مجرور است. در اولش حرف جاره نیست.
چرا زیدین مجرور شد؟ به خاطر که مضاف الیه شد. دویمش مضاف الیه. پس دویم جا اگر اسم مضاف الیه بیاد مجرور می شود. ابن مضاف، زیدین مضاف الیه. دقت دادید؟ سیوم مررت بزیدین العالمی. العالمی چرا مجرور است؟ بزیدین. اکنون زیدین ما خواندیم در اینجا که بی حرف جار زیدین مجرور کرد، لیکن در اینجا بی هست، خب فهمو است. اما العالمی برای چی مجرور شد؟ العالمی به خاطر آنکه تابع زید است، از توابع است. دقت دادید؟ پس معلوم شد که اسم در سه جا یا در سه حالت مجرور می شود. یکم حالت پیش خودش حرف جر بیاید، دویم حالت اگر که مضاف الیه بیاید اسم، یعنی پیش خودش مضاف بیاد اسم خودش مضاف الیه شود، و سوم حالت اگر که تابع مجرور باشد. زیدین مجرور است، تابع مجرور می شود. دقت دادید؟ پس سه حالت در اسم مجرور می شده است. میخوانیم صاحب کتاب برای ما چی میگوید. میگوید که باب مخفوضات الاسماء، یعنی باب در مسئله اسمهای مجرور. مخفوض یعنی مجرور صحبت میکند. مجرور آخرش کسره دارد یا آخرش مقتضی مجرور سه حالت دارد. مجرور است علامت جرش کسره هست، یا مجرور است علامت جرش یا است در مثنا در جمع مذکر سالم، یا مجرور است علامت جرش فتحه است نیابتا عن الکسره در اسمهای غیر منصرف. فهموشید؟ سه تا. این را در درس گذشته گفتگی هستیم. خب بیایید اکنون میخونه. میگوید که المخفوضات ثلاثه اقسام. میگه مخفوضها سه نمود میشوند. مخفوضات چند تا هستند؟ سه نمود. ما گفتیم سه تاش رو. سه نمود میشوند. میگه مخفوض بالحرف. یکم مخفوضها مخفوض به حرف است، یعنی حرف جر. در اولش حروف جر میآید. حروف جر بعضیا 20 تا گفتگی هستندش، بعضیا اختلافی گفته 15 تا ذکرش میکنن. به هر صورت 15 تا 20 تا حرفای جر است. مین، علا، فی، رب، اینا هم حروفای چی هستن؟ حروفای جر هستن. خب صاحب کتاب ولی چند تا میارد و در اولین درس ما خوندگی هستیم. ببینید بی یکم مجرورات با چی بوده است؟ حرف جر. این یکمش. و مخفوض بالاضافه. دوم جا اسم مخفوض میشود به سبب اضافه، یعنی به سبب مضاف الیه شدن. این مضاف است مضاف الیه. این دوم جا اسم مخفوض شد. دقت دادید؟ سیوم و تابع للمخفوض، و تابع برای مخفوض. دقت دادید؟ زیدین مخفوض است، العالمی تابع زید است مخفوض است. ما در اینجا فقط گفتیم توابع 4 تا است، فقط نعتش آوردیم. شما خودتون بیارید توکیدش رو، شما خودتون بیارید بدل رو، شما خودتون بیارید عطف رو. دیگه عطف کردن این چیزا دیگر آسان است. مثلا مررت بزیدین و عمرین، عطف شد. عمرین برای چی مجرور شد؟ برای معطوف است بر مجرور. دقت دادید؟ یا مثلا درباره بدل همچنین بدل بیارید، یا درباره توکیدش شما خودتون بیارید، زیرا که در گذشته درباره‌اش صحبت داشتیم. اکنون خلاصه نوشتگی ما را صاحب کتاب بیان کرد. اکنون چی میگوید؟ فاما المخفوض بالحرف، میگوید اما مخفوض به حرف. اما مخفوض به حرف یعنی که یکم قسم مخفوض به حرف. فهو ما یخفض، پس اون چنان کلمه ها اسم هایی هست که میگه مخفوض گردانده می شود، مجرور می شود. با چی؟ بمین. یکمش مین است، حرف جر. الا، عن، علا، فی، رب، الباء والکاف واللام و به حروف قسم میگه مجرور می شود، به مانند الواو والباء والتاء و بواو ربع و بمذ و بمنذو. دقت دادید؟ همین ها بعد چون اسمایی که میاد مجرور میشوند. مجرور میشوند. پس ما از اینجا فقط یک تاشر مثال آوردیم. اما در درس یکم علامت های خفض و گپ زدن، در حالتی که ما علامت های خفض رو گپ زدیم گفتیم در اولش گفتیم حرفای جر میآید، در اونجا معناهای مین، الا، عن، علا، فی، رب، با، کاف و لام و به حروف القسم واو، با و تا اینا همش گفتگی هستیم. فقط 3 تا اخیرش موندگی است. در اینجا 3 تا را میگویم. اگر میخواهید که اینها را با معناها و مثالاشون بفهمید،
پس بازگردید با یکم درس خود همین کتاب الاجرومیه. میگه و بیواوی ربه. واوی ربه چی است؟ واوی ربه در یک شعر هست، شعر کامل در یادم نیست، اما شعر به این طریق شروع می شود که واللیلی ببینید ولیلین، اول شعر با همین شروع می شود ولیلین. انا همین واو در همین شعر یا در بعض جاها میاد این واو ربهش میگوین. یعنی چی؟ یعنی این واو به معنای ربه هست. به معنای چی هست؟ رب لیلین. ربه گفتیم به دو معنا است، تقلیل تکثیر، یعنی برای کم و برای بسیار. در یکم درس معنای ربه را گفتیم، اما حالا در اینجا معنای واو رو میخوایم بیان بکنیم که یعنی واو ربه به مثل این است. و لیلین یعنی در اصل رب لیلین هست، گاه شبه یا بسیار شب‌های. اگر تکفیرش بگیریم، اگر تقلیلش بگیریم یعنی گاه شبه. بعد از این چی میگوید؟ بعد از این بیموذ. موذ همچنین حرفای جر است. مثلا یک انسان رو میگویی که ما رأیتک موذ یومینی یا موذ یومین. یومین رو چکار میکنی؟ مجرور میکنی. یا میگویی که ما رأیتک منذ، با همچنین منذ یومین یا منذ یوم الخمیسی. دقت دادید؟ یومی برای چی مجرور شد؟ برای منذ در اولش اومد. یومین برای چی مجرور شد؟ برای مذ در اولش اومد. اینها هم حرفای چی هستند؟ حرفای جر هستند. پس اینها هستند حرفای جر. این یکم قسم. با همین قسم اول به آخر رسید. میگذاریم به قسم دوم. چی میگه؟ صاحب کتاب میگه که و اما ما یخفض بالاضافه، بعضی اسم های دیگری است که مخفوض میشن به سبب اضافه، یعنی مضاف الیه همیشه مجرور میشود، علامت جرش یا فتحه میشود. اگر که مثلا گفتنی باشه که ابن احمد غیر منصرف است، احمد منصوب مجرور و علامت جر الفتحه نیابتا عن الکسرتی میشود. فنحو قولک، مانند سخن تو که میگویی که غلام زیدین مضاف الیه و هو علی قسمین، مضاف الیه میگه دو تقسیم میشود، ما یقدر باللام و ما یقدر بمیم. یکمش در تقدیرش لام هست یا در تقدیرش مین هست. دیدید؟ در تقدیرش مثلا ابن زیدین در انمی بین یا مین هست یا لی هست، لام هست. اما صاحب کتاب سیمش بیان نکرده است، یا فی است. پس شما خودتان سیمش در یادتان بگیرید. پس در تقدیر سه نمود است، یا مین هست یا فی است یا لام هست. اکنون مین در کجا می آید؟ فی در کجا می آید؟ لام در کجا می آید؟ اولا کلمه مین را بیان میکنیم. مثلا شما گفتنی باشد که اگر که مضاف برای مضاف الیه جزء از اون باشد، یعنی قسم از اون باشد. مثلا گفتنی که ببینید مضاف، مثلا میگیم که باب الخشبی، دقت دادید؟ باب مضاف، خشبی مضاف الیه. باب جزء یک قسم از خشب است، یعنی یک چوب را میگیری یک قسمش در میکنی. پس در همین صورت که باشد بدانه که در تقدیرش در اینجا یک کلمه پنهان است. اون کلمه را چطور گفتیم؟ سه چیز است، مین است یا فی است یا لام. در این طور چیزها میگه مین را در تقدیرش بگو، که مین هست. بابون من الخشب، یعنی باب دره که از چوب است. دقت دادید؟ بابون من الخشب، در تقدیرش مین است. این مثال برای مین. اما اگر مضاف برای مضاف الیه اگر که ظرف باشد،
ظرف باشد. مانندی چی؟ مانندی مثالش بردل لیلی. دقت بتید، بردل لیلی. بردو مضاف است، لیلی مضاف الیه هست، اما مضاف الیه ظرف است برای مضاف. چرا؟ زیرا که لیل شب چی است؟ ظرف است. پس اگر که ظرف باشد میگد انا همون تقدیری ده که می آید اون تقدیر فی بگی. صاحب کتاب در باره گپ نزده است. این فایده است که بنده ذکر کرده ایستادم بیرون از کتاب. بردون فی اللیل بگو، یعنی خنکی در شب، یا مکرون لیلی. بل مکرون لیلی در قرآن می آید. مکرون فی اللیل است، در تقدیرش فی است به مثل همین. دقت دادید؟ مکر در شب یعنی، یا بردون فی اللیل یعنی خنکی در شب، خنکی شب. دقت دادید؟ پس در اینجا مضاف مضاف الیه در تقدیرشون چی بوده است؟ فی. در باب الخشبی اگر جزء از، یعنی که مضاف جزء از مضاف الیه باشد در تقدیرش چی میشده است؟ مین. اکنون سوم قسمش، وقتی کلمه ای را دیدید که نه از این هست، نه از جزش هست، نه از ظرفش است، بدانید که در اونجا لام هست. مثلا مثالش مثلا میگوییم که غلامو، یا کتاب مثال بیاریم، کتابو زیدین. کتابو مضاف هست، زیدین مضاف الیه هست. پس دقت بتید شما، اکنون شما خودتان فکر کنید. اگر در همینجا تقدیر ما مضاف مضاف الیه در بین شما تقدیر از 3 کلمه است، او 3 کلمه چی است؟ مین، فی یا که لام. 3 کلمه. در همینجا کلمه مین بیار می شود؟ کتاب من زیدین؟ نه. کلمه فی را بیار می شود؟ کتاب فی زیدین؟ نه. پس کتاب در اینجا چی می آید؟ لی می آید، لام، لی، یعنی کتاب لی زیدین. اصلش چی بوده است؟ لی زیدین. لام تملیک، یعنی کتاب را صاحبش، لی یعنی صاحبش کی است؟ زید است. دقت دادید؟ پس مضاف الیه از همین 3 چیز در تقدیرشون هست. در بین مضاف الیه همین 3 چیز می باشد. اگر که مضاف جزئی از مضاف الیه باشد تقدیرش مین بگیرید. اگر مضاف الیه ظرف باشد برای مضاف تقدیرش فی بگیرید. اگر که این دو تا راست نیاید تقدیرش لی بگیرید. لام تملیک است، یعنی صاحبش. دقت دادید؟ خب میخونم اکنون. میگه فالذی یقدر باللام، یعنی کلمه هایی که مقدر میشوند به لام، یعنی 3 مثال آوردگیمون مقدر میشوند به لام. نحو قولک غلام زیدین، یعنی خدمتگاری که زید یا پسری که زید. غلام زیدین در اصل چی است؟ غلامون لی زیدین، لام دارد در بین و مثل این لی زیدین. دقت دادید؟ یعنی غلام، صاحب این غلام کی است؟ زید است. خدمتگار، صاحب خدمتگار کی است؟ زید است. پس لام چی است؟ تملیک، یعنی صاحب. والذی یقدر بمین، دویم قسم بیان میکند. یکم قسمی بیان کردگی ما را، اما با گفتگی صاحب کتاب این لام یکم قسم شد، مین دویم قسمش میشود. میگه والذی یقدر بمین نحو قولک ثوب خز. خز یک نمود از متریال است، یک نمود متریال. ثوب خزین یعنی لباسی پوشاکی از نمود معین متریال. پس ثوب جزئی از چی است؟ جزئی از خز است. جزئی از چی است؟ خز است. یعنی لباس یک قسمی متریال است، همه متریال لباس نیست. مثلا پوشاکه، مثلا کرتا، یک قسمی متریال را میگیرن کرتا میکنن. پس قسم شد. در اینجا در تقدیر مین هست. پس میگیم ثوب خزین یعنی ثوب من خزین و مثل این ثوب مین میمونه، من خزین. بعد از این میگه و بابو ساجین. بابو ساجین، بابو مضاف، ساجین مضاف الیه.
بابو ساج اصلا یک نمود تخته قیمت است که میگن در مالزیا در اون طرف ها میشود، یک تخته قیمت است که از اون در میسازند. ساج یک نمود تخته قیمت از اون در ساخته میشود. بابو ساجین یعنی دری که از همون نمود قیمتی تخته است. دقت دادید؟ پس در اینجا در بین بابو ساجین مین هست. بابون مین ساجین یعنی که بابی که از چی است؟ از نمود تخته قیمت است. بعد از این میگه و خاتم حدیدین یعنی چله که از حدید است، از آهن است، چله آهنین. یا خاتم فضتین چله از نقره، چله نقرگین. یا خاتم ذهبین یعنی چله از چی؟ از طلا. پس در بین اینها مین هست، یعنی خاتم من حدیدین، خاتمون من فضتین یعنی از نقره، خاتمون من ذهبین یعنی از طلا. دقت داده در بینشون چی بوده است؟ در بینشون مین است، به مثل این. زیرا اینکه چله جزء از چی است؟ از نقره است، یا جزء از آهن است، یا جزء از طلا است. پس در این صورت مین پنهان است. اما قسم سومش صاحب کتاب نیاورد، ایرا ما ذکر کردیم که در تقدیرش فی می شود. پس ظرف رو ببینید، مثلا مکرون لیلی یعنی مکرون فی لیلی، مثلا بردون لیلی مثلا بردون فی لیلی. دقت دادید؟ حارون نهاری، حارون نهاری یعنی گرمی روز، یعنی حارون فی نهاری. دقت دادید؟ یعنی گرمی که در روز است. پس در تقدیرشون فی می آید اگر که ظرف باشد مضاف الیه برای مضاف، چطوری که بیانش کردیم. اکنون صاحب کتاب میگوید والله اعلم، کتاب رو بود کرد، میگوید تمت بحمد الله، پره شد، به آخر رسید با حمد و شکر و ثنای الله تبارک و تعالی. ما هم همچنین شکر و ثنا و سپاس و فضل الله رو به جا میاریم و شکر و سپاس میگوییم الله رو که برای ما توفیق داد یک کتاب از کتاب‌های گراماتیک زبان عربی علمی نحو را با فضل و بزرگی الله سبحانه و تعالی به پایان رسانیدیم. الله سبحانه و تعالی این وقتها و زحمت‌ها و سعی و کوشش‌هایی که تا بود شدن این درس که در 15 درس با آخر رسانیدیم کتاب را، الله سبحانه و تعالی اولا در نامه اعمال خود صاحب کتاب نوشته بگرداند، دوم در نامه اعمال بنده نالایق که این را برای شما به زبان تاجیکی با مثال ها و با توضیحات براتون تقدیم کردم، و سوم در نامه اعمال یکایک شما استفاده برندگان و گوش کنندگان الله تبارک و تعالی اجر و پاداش و ثوابش را نوشته بگرداند و الله سبحانه و تعالی این زحمت های کردگی ما را همچون عبادت به درگاه خودش قبول بگرداند که مقصد از درس گفتن گراماتیک زبان عرب این فهمیدن قرآن و سنت است و فهمیدن قول عالم های اهل سنت است که حق را از باطل جدا بکنیم و حق را پیروی بکنیم و باطل را از راه دور کنیم، سنت را پیروی بکنیم و بدعت را از راهمون براها بکنیم و از دنبال حق باشیم. مقصد و مراممان برای درس آموزش گراماتیک زبان عرب این هست. الله سبحانه و تعالی قبول بفرماید و الله سبحانه و تعالی همچنین کمپیر مادر ما را رحمت و مغفرت بگرداند که 1 سال و چند ماه می شود زیر خاک است. الله سبحانه و تعالی رحمت و مغفرتشون بگرداند و روحشون را شاد و قبرشون را پرنور و قبرشون را باغی از باغهای جنت بگرداند و الله تبارک و تعالی یکایک گذشتگان شما را هم رحمت و مغفرت جایهاشان جنت پرناز و نعمت بگرداند. آمین آمین. و الله سبحانه و تعالی ما و شما را زیر رحمت خودش بگیرد. آمین یا رب. و الله سبحانه و تعالی پدر ما و پدر یکایک شما را همچنین کدامش که در قید حیات است الله سبحانه و تعالی ثابت قدمی و استواری در عبادت الله را براشان نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی ایمان کامل را
نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که این کتاب چطوری که بیان کردیم به آخر رسید. بعد از این کتاب گراماتیکی، کتاب نحویه که به سمع شما انشاءالله درساش بر دوام به سمع شما انشاءالله رسانده می شود. دوم کتاب انشاءالله کتاب الدروس النحویه هست. کتاب دروس النحویه را به سمع شما به همین طریق با نوشتن و با توضیحات انشاءالله به سمع شما خواهیم رسانید. بارک الله فیکم